دوستان عزیز یعنی گسه از روغن گسه خلاصه بردیم دیگه کلگیشه دیگه یک دو دقیقه واری سه دقیقه واری کسه میتر میلیم دیگه تای روغن نم کسه جیم منیم بعد از دو دقیقه سه دقیقه کسه اینا رو دوباره کسه در بین روغن میندازیم برای بار آخر دیگه بس انشالله بختم. سلام دوستان عزیز، انشالله که جور صحتمند باشین، در جایی که هستین خوش خندان باشین. دوستان عزیز امروز بلدیشم یک میتر مزهدار کریسپی امیت لذیذ چرخی خانگی کسته سرشتک دم بلدیشم جور منم و شما بجور کسته از اول تا آخرش را خوب به دقت سیر کن، بجور اسکیپ نکن. انشالله که چیزی که ما امروز انشالله پختمون جور منیم انشالله حتما یاد میگیرید و هرچی یاد گرفتین باز کنار فامیل خو پخته کده بخورین انشالله لذت ببرید. قد از ما باشین تا آخر ویدیو. دوستان عزیز همونطور که میگردین گوشتی مرغ است. اینا رو سر کن ما کسته بلیزی کسته یک قاشق خلاصه نمک میندازم نزدیک بگر نزدی والا کسته نمک بلیزی میندازنی سه دیگه سرکه بلیزی میندازنی سه سرکه بلیزی میندازنی قدر خلاصه مطابق ضرورت دیگه یه کمک خلاصه چیز کنیم که خوب میتر سرکه و نمک در گوشت خوب میتر خلاصه ابزور شونه بسیار آسان است. سرکه و نمک خلاصه ما گوشت را قچی میکس کردیم دیگه این میرک است بلده 5 دقیقه کسته الا 7 دقیقه ما میلیم که خوب میتر خلاصه ابزور شونه سرکه و نمک دبای نزیم. دوستان عزیز 5 دقیقه پراشته گوشت ما کسته باز مزنا برو دیگه خب دیگه ایره خوب آوشی خوش کنی آوازی کسته باید خوب سه خوش کنه خب اینا لگسته بلیزی کسته لیمو قد نمک دوباره کسته گرد منه خب یعنی لیمو است دوستان عزیز بلیزی شفقه منیم دیگه لیمور بلیزی شفقه کردیم دیگه اینال بلیزی کسته نمک هم میندازیم البته او اول دفعه نمک قدی چی که سرکه که مگر کرده بودیم او ششته شد دیگه اینال از نمک مو لیمو نمک گرد منیم ای همون نمک است خلاصه اقدامزی نمک است خلاصه پخته شد نیه پخته میشه خب دیگه اینال کسته بلیزی کسته نمک میندازیم دیگه نمک شما میتونین که اما یک قاشق بلیزی نمک بندازیم خب دیگه میتونین کم اضافه تر هر قدر خلاصه نمک دوست بودین فهمیدین نمک زیاد میخوردین زیادتر بندازین اگر کم دوست داشتین کمتر بندازین دیگه ما این خبر انداختم دیگه اینا دیر از نو کسته خوب قنجیزی آب لیمون و نمک کسته خوب میتر میکس منیم دوستان عزیز نمک و لیمو کسته بلیزی مو خلاصه چیز کردیم قدازی گرد کردیم اینا قدازی کسته کم چیز یعنی پیستی ادرک و سیر هم پس مو قنجیزی میکس کنیم سه یعنی است سیر و ادرک خلاصه اینا کسته یعنی می گوشت کسته مو قد لیمو دیگه قد نمک و قنجی پیستی ادرک و سیر کسته مو خلاصه میکس کردیم دیگه این کسته برای 20 دقیقه الا 22 دقیقه کسته مو میلیم بعد از 20-22 دقیقه باز همون مسالجات شکسته قد از این میکس میشه دیگه باز آماده چی میشه آماده که باید روغن خلاصه سرخ کنیم دیگه فعلا این میرمو برای 20 الا 22 دقیقه میل میمرکم تا حالا اسکو چی انشالله از باید کسته میر سرخ کنم دوستان عزیز 20 دقیقه پراشته دیگه اینا رو کسته گوشت را همین مسالجات زیر کرد بونیم و شما مسالی کنیم دوستان عزیز مسالجات که قدازی مو گردونیم اینی است نزدیک بیرو یعنی که رنگ دیگه خو یعنی رنگ یعنی چارت مساله یک قاشق سه یک قاشق چارت مساله یک قاشق مرچ سرخ البته شما میتونید مرچ سرخ مزمیدش هم استفاده کنید یعنی مست دنیا سه یعنی که است بلیزی ما دیگه دوستان عزیز اینجا است یک قاشق
زیره چاپ شده. دیگه زرچوبه اختیاری انداختی مشکل نداره. اینم زرچوبه و اینم است آردی چی؟ آردی ترمیده. مثل آرد نخودی چیز است. یک قاشق خوب، یک قاشق از این میتونین بلش بندازین. مثلا ما می‌نوش. دوستای عزیز مساله رو میندازیم در بلیزی دیگه شما سلکین یه مزی مساله دیگه اینجا کسته یک قاشق زیره و زرچوبه و واردی چیز که بسر فلور مگیره آرد بسن کسته بلیزی میندازنی دیگه این رقم و همچنان دوستای عزیز یک چیز دیگه بلدشون بگم که بلیزی که گوشت میت خوب خلاصه زمان که جوش میدیم پختم شه خب میت کریسپی باید ککرک باید پوست شی دیگه اینزی آردی چوری ایرو مگه کورن فلور از این کسته شما بلیزی تقریبا 4 تا 5 قاشق ازی بندازین سه یعنی یک قاشق یعنی هم 2 قاشق یعنی هم 3 قاشق دیگه یعنی هم 4 قاشق دیگه آخرین چیز که بلیزی باید بندازین ماس است سه ماس هم کسته یک قاشق الا 2 قاشق زیاد لازم نیسته اینه میره فقط بلش میندازین یه مزی دوستای عزیز اینا رو کسی رو خوب میکس منیم رخم سالکن دوستان دیگه تا خوب میکس منیم خوب در شما دانین که همون مسالجات کست خوب دزی خلاصه ابزور بشنه در بین گوشت بینی راحت یعنی دوستای سلکین یه مزیه خو اینا یعنی آرد جوری که ما خلاصه قدازیم بلیزی انداختیم اینا سر که چقدر چسبندوک شده یعنی سر کنه سه دیگه رفیق زیدن لیمونی خوب میکس شده خب مسالجات خنجیز گوشت کسته بالکل مکمل میکس شده دیگه این لیمونی آماده چیز هستم آماده زیست که باید دبن روغن بندازیم دیگه ایره چیز کنیم سرخ کنیم صحیح دوستای عزیز روغن بلی آتیش میدیم دیگه شما کوشش کن از روغن استفاده نکنید تیل استفاده کنید بلکه ازی که گوشت را سرخ کنین تیل بهتر است و بر صورت اینی کس روغن است دیگه تایش هم کس تیز کنید که روغن خوب میتر سرخ باید باز بعد از اینکه سرخ آمد گوشت باز میندازیم بس سرخ میشه تا از اینم گوشت است دیگه روغن هم کست سرخ هم ده دیگه اینا رو گوشت خلاصه باید روغن میندازیم یعنی نیم شرگست سرخ کنیم لازوقات نیم دیگهش بعدا دوستان لازم نیست زیاد کست شور بدیم دیگه همون خلاصه
ممکن قصه خوش ساخته میشه. البته میتونیم که بلده زیاد نه، فقط بلده 3 دقیقه میتونیم که اینا رو ما اینو بلده 3 دقیقه قصه ساخت کنم، باز بعد از 3 دقیقه ایش بمونم و اینی با شماندر قصه باز میندازم و اوشم قصه برای 3 دقیقه ولی قصه ساخت من در واقع باز بمونم و بعد از قصه که باشم کلیش در جای دیگه دیگه هم قصه ساخت. دوستای عزیزانی قصه از روغن قصه خلاصه بردیم دیگه کلیشه دیگه 1-2 دقیقه واری 3 دقیقه واری قصه میتر میلیم دیگه تای روغن هم قصه جیم منیم. بعد از 2 دقیقه 3 دقیقه قصه اینا رو دوباره قصه در بین روغن میندازیم برای بار آخر دیگه بس انشالله ختم شد. مالولا دوستای عزیز چرخ خانگی آماده دیگه یعنی نزدیک باید کم ویدیو رو نه باشه کم مزه کنم که چطورم دایی. بسم الله بهترینه بسیار هم مزدار. دوستای عزیز دیگه جایشم خالی دیگه ما بسم الله ده شروع کنیم دیگه. دوستا با اجازه شما دیگه بسم الله. دوستا چرگاش واقعی مزدارم ده